سلام به کل فارس زبانان روی دنیا. این دهه سنتوده زادگاهی من است. در این دهه خلق خوب و مهمان نواز زندگی، کار و فعالیت میکنند. البته که در روزهای استراحتی در لب آبانباری دهه سنتوده استراحت میکنند و مهمان ها رو پیشواز میگیرند. هر یکی شما را مردم فارس زبانانی که ما را میبینید و میفهمید مرحمت بیایید میگوییم. در این منظره زیبا من هم مالبانی میکردم هم بازی میکردم. در این زادگاهی من عین حال بهار حکم فرمایی کرده ایستاده است. انا بینید پس بهاران شکری پادشاهی زی نظر مرام گدارا